ایمان دارم که اگر قلب شما مشتاقه، امروز به ملاقات شما خواهد آمد این عیسی. پس قلب‌های خودمون رو باز کنیم، با تمام جان، با تمام فکر رو بپرستیم. تمام فکرمون رو همین لحظه فقط بدیم به پرستش عیسی، چون او قدرت ماست، او آزادی ماست، او امید ماست، او همه چیز ماست و نیست مثل این عیسی. بیاین چند دقیقه آزاد او رو بپرستیم، بگیم ای عیسی نیست مثل تو. چه کسی است مثل تو؟ کیو میتونیم پیدا کنیم که مثل تو باشه؟ نیست مثل تو، نیست مثل تو عیسی. خداوندم، شاه شاهان، کیست مثل تو؟ میپرستم نام تو را، کیست مثل تو؟ قدرت تو بی همتاست، قوتت چه بی نظیر است. تنها تو قادر و سزاواری، ابتدا و آنیای آخری. یک بار دیگه خداوند قدرتت بی همتاست، قدرت تو بی همتاست، قوتت چه بی نظیر است. تنها تو قادر و سزاواری، ابتدا و آنیای آخری. خداوندم، شاه شاهان، کیست مثل تو؟ میپرستم نام تو را، کیست مثل تو؟ خداوندم، شاه شاهان، کیست مثل تو؟ میپرستم نام تو را، کیست مثل تو؟ میپرستم نام تو را مسیحا، رب الارباب، تنها راه نجات. نور منی، عشقم تویی، فخرم تویی، نجاتم تویی. میپرستم نام تو را مسیحا، رب الارباب، تنها راه حیات. نور منی، عشقم تویی، فخرم تویی، نجاتم تویی.